سلام دوستان عزیز، به پیج ونوس باف خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که در کنار شما دوستان عزیز هستم. امروز میخوام این گل خیلی خوشگل رو بهتون آموزش بدم که بتونید باهاش کش مو درست بکنید، بعد باش تل درست بکنید، هر چی که دوست دارید. ابتدا یه حلقه جادویی میزنید. کسایی که پیج منو دنبال میکنن میدونن که من حلقه جادویی رو با زنجیره میزنم، با 4 تا زنجیره. بعد به انتهای کار بس میزنم. داخل حلقه جادویی رو با 12 تا پایه بلند پر بکنید. خب اگه بخواین یه گل کوچیک‌تر درست بکنید، به جای پایه بلند داخل حلقه پایه کوتاه استفاده کنید، یا میتونید از پایه متوسط هم استفاده کنید که بستگی داره چه اندازه‌ای شما گلتون رو تو چه سایزی بخواید. خب میریم که بعد نخ رو عوض. بعد از اینکه نخ رو عوض کردیم، خب 4 تا زنجیره میزنیم. دوباره داخل همون پایه یه پایه بلند، 2 پایه بلند، 3 پایه بلند میزنیم. خب بعد یه پایه متوسط، یه پایه کوتاه. گلبرگمون به این کوتاه میشه. خب این گلبرگ مناسبه این هستش که داخل حلقه پایه کوتاه استفاده بشه. از این گلبرگ میتونین استفاده کنین. برای این که ما داخلش رو پایه بلند زدیم، میریم بعدی توی بین پایه بلندهای بعدی یه بس میزنیم، میریم بالا، دوباره 4 تا زنجیره میزنیم، یه پایه دوبل میزنیم. نگاه کنیم باید پایه دوبل باشه. دوباره یه پایه دوبل دیگه، میخوایم گلبرگمون بلندتر بشه. دوباره یه پایه دوبل دیگه، یه پایه بلند و انتهای کار یه پایه کوتاه. خب ببینید چقدر گلبرگمون بلندتر شد. شما میتونید اگه باریکتر خواستین، به جای اینکه 3 تا پایه دوبل بزنید، 2 تا پایه دوبل بزنید، یه پایه متوسط، بعد در انتها یه پایه کوتاه بزنید. اینجوری کارتون قشنگتر میشه. بعد وقتی میخوایم برید وارد بین پایه بلند بعدی بشید، خب یه بست بزنید. نگاه کنید اینجوری گلبرگتون خوشگل‌تر دیده میشه. ببینید دوباره 4 تا و پایه دوبل، دوباره پایه دوبل. من میخوام این سری باریکتر بشه، میخوام همه نوش رو بهتون نشون بدم. خب اینم پایه کوتاه. ببینید این بذار بست بعدی رو بزنم که کار برگ خودشون نشون بده. خب ببینید این گلبرگ برای زمانی هستش که پایه داخل این وسط کار پایه متوسط باشه. ببینید گلبرگ باید به اون اندازه باشه، ولی واسه این کار باید از این روش استفاده کنیم که گلبرگامون به این خوشگلی بشن. خب اون موقع وقتی که به کش مو وصل بکنید، ببینید چقدر کار خوشگل دیده میشه، چه کار تمیزی میشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خیلی خوشحال شدم که امروز هم با شما بودم.